است که رسول اکرم میگوید لا یتمنى احدکم الموت. هیچ بنده خدا حقوق ندارد در دنیا که آرزو کنه که خدایا جان مرا بگیر. تمنا و آرزوی مرگ هیچ کدام ما و شما نداریم. خداوند این حقوق به ما و شما نداده است که شما از آن جهت که غمدار هستین، بیمار هستین، در بدر هستین، بازم این از خدا باز طلب کن که خدایا جان مرا بگیر. این در شما حقوق ندارین. زیرا پیغمبر خدا در دوام این حدیث چی میگوید؟ اما محسنا فلعله یزداد اما مسیئا فلعله یستعتب. اگر نیکوکار باشید شاید که نیکی های شما باز به مردم برسد. شما آرزوی مرگ نکنید. نگاه اگر ممکن که شما را خدا فعل خوب داده